مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست. هر کارم که میکنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. خب نگاه کنید به این دانشگاه‌های آمریکا. ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه. باید فشار روی رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش پیدا کنه. 30 و چند هزار کشته در ظرف 6 ماه که از میان اینها اقلا نصفشون زنان و کودکانن. این چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست. اینقدر بیرحمی، اینقدر وحشیگری دانشجویان دانشگاه آمریکا نه تخریب کردن، نه شعار تخریب دادن، نه کسی رو کشتن، نه جایی رو آتش زدن، نه شیشه ای رو شکستن. اینجور داره باشون رفتار میشه. آمریکا شریک جرم است. تا وقتی که فلسطین به صاحبان خودش برنگرده مشکل غرب آسیا حل نخواهد شد. فلسطین متعلق به مردم فلسطین است که در بین اونها مسلمان هست، مسیحی هست، یهودی هم هست. فلسطین رو برگردونن به اونها رژیم خودشون رو، نظام خودشون رو تشکیل بدن. بعد اون نظام تصمیم بگیره که با صهیونیست‌ها چجوری معامله کنه، بیرونشون کنه، نگهشون داره، تصمیم رو اونا بگیرن. امیدواریم انشاءالله خدای متعال این آینده رو هر چه زودتر انجام بده.